سلام و درود بیننده عزیز. خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی از رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. امروز 28 ایون است. چند پاره از محتوای برنامه. در دوشنبه نماز عید قربان را در مسجد عظیمی چند میلیون دلاری گذاشتند. امام خطیب مسئله عیدگردکی کودکان را برداشت. اما در ما باشد کودک ها از سحر تا بگاه عیدگردکی میکنند. هزاران مهاجر تاجیک زیر چاره‌های سختی امنیتی در روسیه نماز عید قربان را گذاشتند. نمازگزاری بعضی ها با بازداشت انجامید. نماز خواندیم دیگه، خطبه را هم نخوندن. مولا را صورت گرفتن، سیانکه کردن 4 طرف. در تاجیکستان 30% گرفتاران بیماری سیل کودکان هستند. رفتار همسالان با آنها مایه نگرانی والدانشان است. مرا سر میکنن، مرا میگن قطعا نشی، تو سرخی، تو داروی سرخ میخوری، کسلت دمو میگذره. ساکنان دوشنبه نماز عید قربان را در مسجد بزرگی تازه بنیاد خواندند که با میلیون ها دلار سرمایه قطر ساخته شده است. صبح بر وقت امروز فضای پایتخت تاجیکستان ادانه به نظر می رسید. بزرگسالان برای ادای نماز و تبریک نزدیکان می شتافتند و کودکان پشت در ساکنان ادانه دریافت می کردند. بحث درباره عید هم کم نبود. همکارانم ملا رجب یوسفی با امیر سایف به مسجد بزرگی دوشنبه رفتند. مردم برای ادای نماز عید به مسجد کلانترین تاجیکستان می آیند. این مسجد با سرمایه قطر ساخته شده اول ماه ایون افتتاح شد. در میان نمازگزاران تاجیکستانیان و هم خارجی ها هستند. من بار دوم است که به تاجیکستان به دوشنبه می آیم. بار اول در جشن نوروز آمده بودم. حالا برای مسابقه کشتیگیری آمدم. به این مسجد یکم مرتبه است که می آیم. خیلی زیبا است. موضوع صحبت امام خطیب مسجد از صحبت روحانیان در سالهای گذشته تقریبا فرقی نداشت. سید مطهر اسام‌الدین زاده از عیدگردک کودکان انتقاد کرد و گفت این کار در ذهن نسل نورس طلبندگی را به میان می آورد. تمام مملکت‌های اسلامی که پیشرفته ترین مملکت‌های اسلامی هستند، این عادت‌هایی که ما داریم در آنجا وجود ندارند. نماز عید می‌خوانند، یکدیگر را تبریک می‌کنند، قربانی داشته باشند میروند قربانی‌های خود را انجام می‌دهند، خلاص همه از قفای کار و بار زندگی خودش هست. اما در ما باشد کودک‌ها از سحر تا بگاه عیدگردکی می‌کنند. این عمل دیگر برای یک ملتی که دارای چنین فرهنگ زیبا و عالی است زیب ندارد. ولی صرف نظر از دعوت‌های روحانیان، کوچه‌های دوشنبه و بسیار منطقه‌های کشور از صبح بر وقت چنین فضا داشت. کودکان و نورسان در دست خلطه به تبریک مردم می‌رفتند و سوغاتی می‌گرفتند. چند سال اخیر در عیدهای رمضان و قربان بحث دسترخوان آرایی مردم دوباره زیاد می شود. مقامات و هم روحانیان از مردم می‌خواهند دسترخوان پر از ناز و نعمت نآرایند و از اسرافکاری خودداری کنند. مشاهده ما در چند منزل ساکنان نشان داد که هر عائله وابسته به توانش دسترخوان آراسته است. در یکی از منزل‌های با حشمت در برابر شیرینی‌ها گوشت مرغ و ماهی گذاشته شده بود، ولی در دسترخوان عائله دیگر اساساً دستپخت زنان و میوه گذاشتند. ساکنان میگویند به قدر توانشان خانه عیدانه تهیه میکنند. اما امکانات خودم استفاده بردم و برای همین دسترخوان از معیار زیاد رسخاد نکردم. یعنی هم چیزی که قوت خودم بود همون را استفاده بردم و دسترخوان هستم. عید قربان یکی از 2 عید مقدس برای مسلمانان است. به فرق از رمضان در این عید هر کس توان دارد چاروای را قربانی میکند. زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویش و تبار از سنت‌های دیگر این عید است. ملا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه. در روسیه که صدها هزار مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند، نماز عید قربان زیر چاره‌های سختی امنیتی برگزار شد. پس از آشوب گروه واگنر در روز 23 ایون، این نخستین چاره‌بینی عمومی مسلمانان در روسیه بود. در بعضی شهرها با مهاجران کاری نداشتند، ولی در برخی منطقه‌های دیگر بازداشت مهاجران به مشاهده رسیده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
روز 28 ایون صدها هزار مسلمان روسیه از جمله مهاجران تاجیک برای ادای نماز عید قربان در مساجد شهر مسکو جمع آمدند. مفتیات روسیه میگوید نماز عید طبق نقشه در همه مسجدهای پایتخت روسیه دایر گردیده، همزمان در 55 موضع دیگر ولایت مسکو برای نمازگزاران شرایط فراهم آورده شد. مصاحبان رادیوی آزادی با فرستادن نوارها از جریان برگزاری نماز عید میگویند تعدادی هم بنابر نرسیدن جای روی زمین در کوچه های اطراف عبادت کردند. چند روز پیش در یک کارخانه استخراج گاز طبیعی در ولایت ایرکوتسک زناشویی گروهی مهاجران تاجیک و قرغیز صورت گرفت که به مجروح شدن و بازداشت گردیدن تعدادی از آنها باعث گردید. امروز کاربر این نوار را از ایرکوتسک فرستاده گفت که مهاجران این دو کشور پهلوی هم نماز گذاشته و بعد پایان یافتن نماز به منزل یکدیگر مهمان شدند. ایدای شما رو مبارکباد میگیم به این روز عید و کسب و کار. این نوار باشد از شهر نیژنی ورتوفسک به دست رادیو آزادی رسید. عزیزبک اشورов مهاجر تاجیکی در اینجا بوده است میگوید با توجه به جای داشتن ریت‌های دو ماه اخیر تا یک اندازه از رفتن به نماز عید هراس داشت. نکیم شکر الحمدلله رفتیم در اونجا پلیس ها بودن، البته به پلیس نبود لیکن چارهای امنیتی بود. یگان خیلی کفتکو و یگان خیلی فشار و اذیت هیچی مشاهده نشد، همه خوب رفتن. اما برای صدها مهاجران دیگری تاجیک در نویه ایسترای ولایت مسکو ادای نماز دردسر ایجاد کرد. یکی از مصاحبان ما میگوید بنابر در مسافه دورتر قرار داشتن مسجد و هم از بیم تفتیش‌های پلیس نماز را در این ورزشگاه خواندند و هیچ انتظار نداشتند که نمازخوانی آنها با کشاکش با پلیس انجام می‌یابد. این درو را محکم کردن، اکوژن کردن، برآمدیم نماز خواندیم دیگه. خطبه را هم نخوندن، مولا را صورت گرفتن، سیانکه کردن چهار طرف و گریختیم. گرده کرده ایسیم. همین گونه گروهی از مهاجران تاجیک در شهر مژایسک که روز عید را در شعبه پلیس میگذرانند. آنها را که بعد خواندن نماز با ماشین برمیگشتند کارمندان پلیس منع کرده و برای تفتیش بردند. در این گیرودارها صحنه غیر عادی کمک پلیس به مهاجر تاجیک نیز به چشم رسیده است. عید قربان امساله در شرایط برگزار می شود که 2 ماه این جانب در گوشه های گوناگون روسیه ریدهای سرتاسری ادامه دارند. پزشکان تاجیک میگویند نسبت به کودکان گرفتار بیماری سیل اکثر اطرافیان رفتار نادرست میکنند که این مانع معالجه سریوقتی آنها می شود. در تاجیکستان 30% گرفتاران بیماری سیل کودکان بودند. گزارش سرویناز روح الله و شهلای عبدالله در همین باره است. اعظمجان بعد از تلاش زیاد به زندگی عادی برگشت. او گرفتار سیل بود و خوشبختانه طبابت پیوسته او را از این بیماری رها کرد. هنوز هم برای سلامتیش مبارزه میبرد. همیشه به ورزش مشغول است. برای به این روزها رسیدن اعظمجان نزدیکان تلاش زیاد کردند. 7 ساله بود که تشخیص سیل بودن او را آشکار کرد. مادرش میگوید کودک عذابی سخت کشید. 8 ماه مچتون خورفت. بعد 8 ماه مچتون جواب شد. اومد با لچین دوام لچینی را 2 سال 1 سال 4 ماه دیگه در خونه توبت گرفتیم. با خیلی استاد ساز شد. در برابر دارو، درمان و طبابت در بیمارستان مهری مادر همیشه به اعظمجان بیمار نیرو میداد. او همه کار را میکرد که کودک خود را بیمار نشمارد. آماده بود درد بچه‌اش را خود بگیرد. یک گام زرد تماما دلم دورم نمیبرد. فقط همین سری وقت داروش میخورد. سری وقت همو اوقاتش پیترش هم مستحکم باشه هم قدر همو کسل بدن آدم میبرد. این مادر میگوید تاکید به بیماری در رفتار نزدیکان و جامعه میتواند باعث یک بار اوج گرفتن بیماری شود.
ба ёд меорад вақте дӯстони писараш аз бемории ӯ огаҳ мешуданд худро дур аз вай мекашиданд ки кӯдак худро дар ҳолати таҳқиршуда эҳсос мекард. мактаб сир мекардан ша гирья карда меомад хона мегуфт ки намерам дига мара сир мекунанд мара мегӯянд қатима наши ту сирхи ту дорӯи сирх мехӯри касалит даму мегзара будаги хе ҳолатҳо бисёр гузаштаги. ҳар сол дар тоҷикистон беш аз 500 нафар ташхис мешаванд ки бемории сили ба дороҳои гуногун устувор доранд. соли 2022 дар кишвар наздик ба 4000 бемории сил сабт шудааст. аз ин теъдод 30% то 18 сола буданд. иқбол худо раҳбари созмони табибони бидуни марз дар тоҷикистон гуфт барои зудтар шифо ёфтани беморони сил аз роҳҳои нави табобат кор мегиранд. вақте ки онҳо бо аъзои оилаашон дар як муҳит табобат мегиранд, фармудаҳои табибро иҷро мекунанд ва дорувориро сари вақт қабул мекунанд. ин барои табобат бениҳоят муҳим аст. мақомоти тоҷикистон аз талоши созмонҳои байнулмилалӣ истиқбол мекунанд, вале мегӯянд ҳанӯз стигма ё адами таҳаммул нисбати беморони сил вуҷуд дорад ки боиси ба кунди шифо ёфтани онҳо мешавад. албатта нисбати солҳои пешин тағйиротҳо пешравиҳо зиёд ҳастанд, маълумотнокӣ аҳолӣ рӯз аз рӯз зиёд гашта истодааст, лекин то ҳол ангушумор ҳам бошад ҳастанд ҳамин ҳолатҳо ва ин сабаб мегардад ки беморон дар ҳолати вазнин ба назди духтур муроҷиат мекунанд. бемории сил ба гуфтаи мутахассисон сироятӣ вале табобатшаванда аст ва давраи муолиҷаи беморон 6 моҳро дар бар мегирад. табобати ин беморӣ дар тоҷикистон ройгон пешбинӣ шудааст, вале борҳо беморони сил шикоят карданд ки дороҳои зидди ин беморӣ на ҳамеша дастрасанд. як шаҳрванди эрон пас аз озодӣ аз зиндоне дар тоҷикистон рафтори мақомоти интизомӣ ва шароиту боздоштгоҳу маҳбасҳои кишварро ошкор кард. نازنین متعی آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر به 5 سال و 2 ماه زندان محکوم شد، ولی او را بر اساس قانون عفو در تاجیکستان پیش از مهلت رها کردند. همکار ما میرزانبی خالقزاد با نازنین متعی صحبتی داشت و از جمله درباره غذای زندان ها پرسید. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میجوشوندن و نه نمک نه شکر و هیچ. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو، اینو میجوشوندن یا اینکه ماکارون با کاچتوهای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاور توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، 2 تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین. یعنی واقعا اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بی‌کیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حذف شده‌ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حذف شده‌هایی که براشون به قول داشکا میومد و یه چیزی که برای من خیلی نمی‌دونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشتگاه حذف شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشتگاه میومد، بعد خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا. یعنی منظورتون این است که یعنی پاسبان‌های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان آنها می آوردن از اونها میگرفتن، همینطور؟ بله همینطور. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میآیید؟ من تا وقتی که انقدر کاراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیزیاتکا بخوام بگیرن نمیام متاسفانه. صحبت کامل با نازنین متعی رو روزهای نزدیک در وبسایت رادیو آزادی، کانال آزادی ویدیو و صفحه ما در فیسبوک انتظار باشید. و سپاس که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت شما می توانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار.